بابایی نظر در یک دهه دوردست کوهستان زندگی می کرد. دستان او از مهنت زیاد کفیده مثل پوستی درخت کهن سخت شده بودند. وی 3 پسر داشت: علیشیر، بختیار و جمشید. وقتی زنش وفات کرد، بابایی نظر به خود قول داد که پسرانش را طوری به وی میرسانند که مثل او در لای لقه نگردند. روزهای دراز وی در ساختمانها مردکاری میکرد. هر تیله و تنگه را که به دست می آورد پنهان میکرد تا پسرانش در شهر خوانند. وی خودش نان خشک را به چای تر کرده میخورد، ولی برای پسرانش کاستیوم و شیمهای نو میخرید. روزی فرا رسید که پسر کلانی، علیشیر، دانشگاه را تمام کرد و در شهر به کار درآمد. پدر، من میروم، در اینجا آینده نیست، گفت او با کبر. بابایی نظر با تبسمی حزین سر جنباند. برو پسرم، تنها فراموش نکن که این دستها برای تو چی ها کردند. پس از چند سال 2 پسر دیگر هم رفتند. در اول آنها زنگ می زدند، پول می فرستادند. اما وقتی صاحب زنهای شهری و تجارتهای کلان شدند، صدای تلفن در خانه بابایی نظر خاموش شد. 10 سال گذشت. بابایی نظر پیر شد. چشمانش خیره گشتند. دلش برای دیدار نبیره‌هایش گم می‌زد. وی خبر یافت که نبیره کلانیش توی دارد. بابایی نظر بهترین چاپانی کهنه‌اش را پوشید. یک خلطه مغز و مویز دهه را گرفت و با عصای چوبینش به شهر رفت. وقتی او به نزد طربخانه‌ای با حشمت قصر طلایی رسید، پاسبانان او را منع کردند. آتا، اینجا جای گداها نیست، دورتر روید، گفتند آنها. من گدا نیستم، من پدر علیشیر هستم، با آواز لرزان گفت موی سفید. علیشیر که در بر کاستوم گرانبهای ایتالیایی داشت، به بیرون برآمد. وقتی پدرش را در آن لباسهای دهاکی دید، رنگش کند. مهمانان الیتا و شریکان تجارتیش به او نگاه میکردند. وی از پدرش شرم داشت. آتا، اینجا چی کار میکنید؟ چرا در این لباس ها آمدید؟ پیچ راست زد علیشیر و پدرش را به یک کنجی تاریک برد. مهمانهای من همه آدمانی کلانند. اگر شما را بینند آبروی من میریزد. پسرم، من تنها آمدم که دعا دهم. اشک در چشمان بابا حلقه زد. خیر، میلش، به این آشخانه درآیید. آنجا خدمتگارها به شما خوراک میدهند. به تالار اساسی ندرآیید. علیشیر پدرش را مثل یک بیگانه به دست خدمتگارها سپرد و خود به نزد مهمانان برگشت. بابای نظر در آشخانه در بالای یک کرسی چوبین نشست. در نزدش یک کاسه شوربا گذاشتند، ولی گلویش را چیزی میفشرد. وی به خلطه مویزش نگاه کرد که با چقدر امید آورده بود. در همین وقت نبیره خردیش آذر که همگی 100 ساله بود به آشخانه درآمد. وی بازیچه‌اش را کوفته میگشت و بابای گریان را دید. بابا جان، چرا گریه میکنید؟ شما کیستید؟ پرسید کودک با مهر. بابای نظر کودک را به آغوش گرفت. من بابای تو هستم، جان بابا. آذر دست بابایش را گرفت. بیایید به پیش همه، آنجا موسیقی هست، خرسندی هست. نه پسرم، پدرت گفت که من آبرویش را میریزانم. بابای نظر خلطه را به دست کودک داد. عصایش را گرفت و به بیرون به زیر باران سرد برآمد. دل او در آن شب شکست. وی نه به خانه پسرش رفت و نه به دهه. وی در کوچه افتاد و از هوش رفت. بابای نظر در زیر باران سیل در کناری راه ماشینگرد بیهوش خواب بود. ماشین‌های گرانبها با سرعت می‌گذشتند و لای راه را به چاپنی کهنه او می‌پرشیدند. هیچ کس من نمی‌کرد. در این شهر کلان که همه برای پول می‌شتافتند، کسی را به موی سفیدی گدا صفت کار نبود. اما یک ماشین کهنه ژیگولی منع کرد. از آن جوان با نام فرهاد فرآمد و یک دختر عادی بود که از نوبتداری شب برمیگشت. بابا جان، به شما چی شد؟ فرهاد با ترس نبض موی سفید را سنجید. او بابای نظر را به ماشینش سوار کرد و به خانه خاکسارانه خود برد. تمام شب
فرهاد و زنش گرد موی سفید پروانه بودند و او دارو دادند و لباسهای آبیش را عوض کردند. وقتی بابای نظر چشم گشاد، اول فکر کرد که در بهشت است. من در کجایم؟ پسرانم کجایند؟ پرسید او با آواز خسته. فرهاد با مهربانی گفت: بابا جان، شما در بهتری هستید. من نمیدانم پسران شما کیستند، ولی اگر آنها شما را در چنین حالت گذاشته باشند، پس آنها سزاوار نام پسر نیستند. بابای نظر همه قصه را نقل کرد. فرهاد که خود یتیم کلان شده بود، از شنیدن این به انصافی پسران اشک ریخت. بابا جان، تا وقتی که سلامتیتان خوب نشود در خانه ما میمانید. شما برای ما مثل پدر هستید. پس از آن شب نحس در قصر طلایی که علیشیر پدرش را به آشخانه پیش کرد، گویا نوری برکت از خاندان آنها پرواز کرد. علیشیر گمان داشت که دوستان منصبدارش تکیهگاه او هستند، ولی خطا میکرد. یکی از شریکان تجارتیش که علیشیر او را برادر میخواند، تمام دارایی شرکت را به نام خود گذرانده، علیشیر را با قرضهای میلیونی در نزد بانک تنها گذاشت. در یک روز سودیه حکم برآورد تمام مال و ملک، ماشینها و حتی همان قصر با حشمت مصادره کرده شود. وقتی که کارگران بانک برای کشیدن اموال آمدند، زن علیشیر که همیشه در تن لباسهای قیمت بها داشت، جامدانهایش را جمع کرد. تو چی کار میکنی؟ ما باید یک جا باشیم. گویا گریالود گفت علیشیر: من زن میلیونر بودم، نه زن مردی کاری قرضدار. با نفرت جواب داد زنش: تو اکنون مثل همان پدر گدایت شدی، نزد من نگرده که بوی کمبغلی میدهی. علیشیر در میان حوله خالی در روی زمین نشسته به آسمان نگاه کرد. او به یاد آورد که چگونه پدرش را در زیر باران پیش کرده بود. اکنون خودی او را از خانهش پیش میکردند. 3 برادر، علیشیر، بختیار و جمشید، اکنون در یک حجره تنگ و تاریک در کنار شهر جمع شدند. بختیار در صدمه پای خود را زخمی کرده بود و مبلغ برای طبابات نداشت. جمشید باشد از ترس قرضداران حتی به کوچه برآمدن نمی توانست. ما چی کار کردیم؟ خود به خود پیچ راست میزد جمشید. ما پدری را خوار کردیم که برای ما عمرش را داد. اکنون خدا ما را خوار کرد. خاموش شو، داد زد علیشیر. ما باید راه خلاصی را یابیم. در دهه زمینهای بابایی هستند. آنها میلیونها دلار نرخ دارند. اگر پدر زنده باشد، او را مجبور میکنیم که زمین را فروشد. آنها با یک ماشین کهنه بارکش، گرسنه و با لباسهای چرکین به سوی دهه به راه برآمدند. آنها مثل گداهایی بودند که بار خود را شاه می حسابیدند. دهه را خاموشی فرا گرفته بود. خانه پدری مثل یک یتیمی پرتافته شده می نمود. پسران به درون در آمدند، ولی پدر آنجا نبود. تنها یک صندوق کهنه در کنج خانه می ایستاد که بابای نظر آن را همیشه قلف می زد. اینجاست، تیله ها اینجایند. با چشمان افروخته گفت بختیار. علیشیر با تبر قلف صندوق را شکست. آنها با امید به درون آن نگاه کردند، ولی در درون نه تیلا بود و نه پول. در درون صندوق 3 جفت کفش خرد کودکانه بود. اولین کفش هایی که پدر برای آنها خریده بود. در پهلایش دفتر خاطرات بابای نظر می ایستاد. علیشیر دفتر را گشاد و خواند. امروز علیشیر چم 5 ساله شد. پول نداشتم که برایش بازیچه خریدم. شب تا سحر در سردی مردی کاری کردم و صبح برایش یک کتابی رسمدار خریدم. وقتی خرسندی او را دیدم تمامی خستگیم رفت. ای خدا، پسرانم را عالم کن تا مثل من دستهایشان کفیدن نباشد. در صحیفه آخرین که 1 هفته پیش نوشته شده بود آمده بود: پسرانم مرا فراموش کردند. شاید آنها خیلی بند باشند. اگر روزی آنها به این خانه برگردند و من نباشم، بگذار بدانند من آنها را تا نفس آخرین دعا میکنم. در باغ زیر درخت توت من ثروت اساسی را پنهان کردم. آن را گیرید و آدم شوید.
پسران به باغ دویدند و زیر درختی توت را کافتند. در آنجا یک بسته کلان بود. وقتی آن را کشادند، در درون بیل و کلنده های کهنه پدر و یک مکتوبی دیگر بود. این است ثروت من. با همین بیل من شما را کلان کردم. اگر گرسنه ماندید، زمین را کاوید، مهنت کنید، نان حلال یابید. پول آدم را ویران میکند، مهنت باشد آدم میسازد. علیشیر بیل را به دست گرفت و به زمین نشسته مثل کودک زار زار گریه کرد. اکنون او فهمید که پدر نه طلا بلکه مهر و جان خود را به آنها داده بود. در همین وقت دروازه حولی گشوده شد و 3 ماشین سیاهی با حشامت وارد حولی شدند. پسران با ترس و حیرت نگاه می‌کردند. از ماشین اول فرهاد، همان دختر جوان، فرامد و در قفا را گشاد. از ماشین بابای نظر فرامد. وی در بر جامه ابریشمی و سفید و در سر سله نورانی داشت. چهرهش آرام و باوقار بود. معلوم شد که بابای نظر هنوز سالها پیش سهمیه‌های یک شرکت بزرگ طلا را داشته است، ولی هیچگاه نمیخواست پسرانش با پول تیار کلان شوند. پسران خواستند به سوی پدر دوند، ولی پاسبانان آنها را منع کردند. پدر، ما را ببخشید، ما خطا کردیم، فریاد میزد علیشیر. بابای نظر به نزدشان آمد. نگاه او پر از الم بود. شما برای زمین من آمدید؟ پرسید موی سفید. نه پدر، ما برای دعای شما آمدیم. ما همه چیز را فهمیدیم، گفت جمشید. بابای نظر به خانه خرابه نگاه کرد و گفت من این زمین ها را به دولت دادم. در اینجا مکتب و بیمارخانه ساخته می شود. من به شما یگان سامانی نمی دهم. اگر خواهید که من شما را بخشم، در همین ساختمان همچون کارگر عادی کار میکنید. 1 سال نان خشک میخورید و در همین خانه کهنه میخوابید. اگر پس از 1 سال دلم گواهی دهد که شما آدم شده اید، آنگاه من شما را به آغوش میگیرم. 1 سال گذشت. در دهه یک مکتب زیبا و بیمارخانه زمانوی قد راست کرد. در روز کشایش 3 مرد قوی و مهنت دوست در بین کارگران می ایستادند. اینها علیشیر، بختیار و جمشید بودند. دستهای آنها مثل دستهای پدرشان کفیده و سخت شده بودند، ولی چشمانشان نور دیگر داشت. بابای نظر به صحنه برآمد و نزد میکروفون گفت امروز من خوشبخت‌ترین پدر هستم، زیرا من نه تنها مکتب ساختم بلکه 3 پسرم را دوباره پیدا کردم. او پسرانش را به صحنه خواند. علیشیر پیش آمده دستهای پدر را بوسید و گریه کرد. این دفعه این اشکی شادی و پاکشوی بود. همه مردم چپق می زدند. این بزرگترین انتقام پدر بود. او پسرانش را با پول نه بلکه با مهر و مهنت جزا داده آنها را دوباره آدم کرد.